سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به گیم پلی بازی فکتوریو پارت 1. اگه براتون سوال مثلا بازی فکتوریو چه نوع بازی؟ یه نوع بازی مدیریتیه، یک سبکم داره میشه، خیلی معروف نیست. فکتوری یعنی کارخانه است، همیشه اتوماتیک میکنی. خیلی نوع بازی جالبه، خیلی بازی پیشتر داره. این بازی اول میشه گفت اولین یا بزرگترین بازی در سطح خودش بوده که اومده بهش بازی دیگه پشت سرش اومده. هنوزم بازی خیلی قشنگه، به زودی هم قراره یک آپدیت خیلی بزرگتر براش در بیاد که من واسه که با آپدیت اومد اونم میذارم. خب خیلی حرف نزنیم، بریم سراغ شروع بازی. راستی لایک کنین، سابم کنین که به من انرژی بدین سریعتر ویدیوها رو بذارم. خب اول از همه فقط این که من بهتون میگم، من یک مودی هم نصب کردم، یک چند تا بایوم جدید اضافه کردم، تغییر تو گیم پلی جدید، فقط یه ذره خوشگل‌تر می‌کنه که شما میتونید برید نصبش کنید. سینگل پلیر، نیو گیم. خب توتوریال داره که میتونید بازی کنید و پیشنهاد میدم به عنوان کسی که تازه اومده برید همه‌شون بازی کنید، ولی خب من همه رو چیزو بهتون میگم، ولی خب اگه بازی کنید بهتر. اینا مودای جالب دیگه شخصا بیشترشون رو بازی کردم، غیر از این پی وی پی و یک چند تا دیگه که مثلا من چند نفر چون دوستی ندارم باش بازی کنم، یعنی کسی ندارم که از اینجور بازی خوشش بیاد بتونه ما بازی کنه، ولی خب بقیه‌شون قشنگه و به عنوان مثلا بازی اگه حوصله‌تون سر پس بشه بیاین بازی کنید، قشنگه. ما فری پلی میزنیم برای شروع بازی. این میزان اورایی که اسپان میشه، یعنی یک حجم و یک کوته اوری اسپان میشه. بعد حالا این میزانی که تو هر مربعش چقدر باشه سایز اون کوتو و اینجور چیزا زیاد دست نمیزنم. فقط این اویل رو من یک گم میبرم بالاتر چون یکم کمتر پیدا میشه. بعد تراین و بقیهش اگه خواستین خیلی میتونین عوض کنین، مثلا مانه انیمی ها رو اینجور میتونین بزنین، اصلا پیسفول مود باشه، انیمی نداشته باشه. ولی خب انیمی داشته باشیم خیلی سخت نیست، انیمیاش مشکل نداره، ولی خب باشه یک چیز جالب دیگه هست. بعضی شاید دوست نداشته باشم، ولی خب من مشکل زیادی باش ندارم. پلی میزنیم، حساب میکنم تا مفهوم ساخته بشه. خب شروع میکنیم. شما اول یک فضانوردی که سقوط میکنه، چیز سفینش توی سری و شما باید حالا اول از همه که اینجاست ما شدیم یک مینی مپ اینجا دارین، قشنگ برید نگاه کنید. 4 تا اور اصلی و اول کنارتون میذاره، یه اویل و اورانیوم دیگه هم هست که پیدا کنید. مثلا اینجا اویل خیلی نزدیک افتاده، چون نمیدونم چون زیاد زدم یا نه، ولی خب خوب نزدیک افتاده. اول ببینید کول و استون و آیرون و کوپر، زغال و سنگ و آهن و مس. خب اینا نسبتا ببینین جاش خوبه، یعنی بعدش باید حتما یک چیز آب نزدیکتون باشه. یکی از اینا خیلی دورتر مثلا مشکلی نداره اگه مثلا خوش نمیاد جای اوراتون که قرار گرفت این 4 تا اول از یا جای آبتون اصلا نزدیک نمیاد، مثلا خوش نمیاد، این رستارت میزنی یکی دیگه براتون مفهوم میسازه با همون تنظیمات. عجیبان غریب تا حالا رو سفینه فرود نمیاد. این سفینه هم میتونین بردارین، خیلی مشکل نداره، هول نکنین، بازم دوره. مثلا این یکی خوبه دیگه، آب نزدیک است، حالا یکم دورتر مشکل داریم، یه بیس انمی نزدیک یکم مشکل کنیم، یکم جلوتر بریم پاک میکنیم، بقیه چیزاش مشکل نداره. خوب فقط اینکه جایی هستیم که درختش یک ذره کمتر. خب برای شروع کنترل که بزنین رو آبجکت ها که اینجوری توشون چیزی داره بزنین، هر چی داره رو برمیداره.
خب اول یک چند تا فرق آهنی و خشاب اینجا از ما برداریم. این هم همه رو میتونی اگه دلتون خواست پاک ولی چیزی بهتون نمیده. من نگه میدارم. سنگا رو که بزنین نمیشه مثلا چقدر چیزی بهتون میده. یکم سنگ هم اول نیاز دارم. از من کردن سنگ عاجز بشیم با اینو. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم اول سراغ آهن. ایو که بزنین این تب باز میشه. این ور اینوینتوری شماست، این ور رنگ کاراکترتون که میتونی عوض کنین تقریبا هر چی خواستین. اینجا تب اینوینتوری این برای جنگ، این منابع زیر دسته، علاوه این مجموعه که برای ریسرچ استفاده میشه. اینا کارخونه میشه گفت، یعنی صفحه‌ای که میذارین کاری براتون میشه. صرفا ما این همین چیزا با اینا هم برای جابجایی متریال استفاده میشه و ذخیره کرده هرشون. خب مثلا این اون چیزی که بهتون گفتم کل مثلا توی همچین مربعی 93 تا این سمت راست میتونیم ببینیم، سمت راست پایین نقشه 93 توی این یکیه، 375 توی یکی، تو هر کدوم واقعا مثلا توی اینو 2000 تا 3000 تا. حالا یک دونه برنر دریل و این با زغال کار میکنه، با فرنس اولی فرنس بهتون داده. حالا ما این 2 تا فرنس برای آینده میسازیم، بهش آهن نیاز داریم. دریلتون رو بذارین اینجا، حالا هر جا بود مهم نیست. فرنس هم جلوش بذارین. این قسمت زرنگ میبینین فلش، یعنی از اینجا اون موادی که توش تولید میشه رو بیرون میده. حالا توش زغال میذارین و این آهن اور آیرون اور میگیره میذاره توی اینم آیرون اور. یکم صبر کنیم درخت ایرانت کنیم. دستی راست کلیک نگه داریم اتوماتیک ماین میکنم. کل که ماین کردیم کلا بزنید توی این ذوبش میکنه به آیرون پلیت میده که هم متال همیشه بازیه. بچه حتما وود داشته باشین، چون وود تا حتی جلوی بازی به نیاز نمیشه، یعنی حتما جایی که اسمش شده حواس باشین جنگل نزدیکش باشه، میزان کافی درخت. وود برای جعبه چوبی که تا آخر استفاده میشه و برای دکل برق، سایترین دکل برق تا مدت زیادی مگه ازش استفاده کنیم، برای اونم هست ساخت سازش. اینجاست، اینجا کاپر نیاز داریم براش با وود. حالا آیرون پلت که به اندازه کافی جمع کردیم. نکنین یک تریکی یاد گرفتم از خود بازی، تو توتوریالش بود یاد گرفتم قبلا. 2 تا از این برن دریلا میسازید، توی قسمت زغال با آرم بزنین میچرخه به چارجه. تو قسمت زغال 2 تا بذارین راهشون به هم این حالتی. بعد حالا توی یکیشون یه دونه زغال بذارید، این زغال تولید میکنه میده ببین، این زغال تولید میکنه میده ببین. در آخر 2 تا استک 50 تایی زغال اینا براتون دارن همینجا برای اول بازی. مثلا کار خوبه چون زغالا رو باید بیاین دستی بذارین، کارتون راه میندازین سریعتر تا خودتون برین دستی چیز کنین. نیازم نیست نگران سوختش باشین. خب یکم تو این بذاریم. بچه زیاد از این برن دریل نسازین که زغالیه، با زغال کار میکنه، چون سریعتر ما میخوایم بریم سراغ برق که دیگه خیلی از اینا نسازیم. هم سرعتش بهتره و هم الکی چیز اون سرعت هم حرم نمیکنیم. کوپریم بود زغال داره، زغال الان داره. کنترل بزنین مثلا زغال تو این اضافه گذاشته بشه نگران نباشید، زغال بر نمیداره. این آیتمی که قرار باشه شما بردارین برمی‌داره، یعنی آیتم بیرون دهنده. اینجا نگه دارین رد کنین، مثلا الان برداشتم میگه ولی اینا به کار خودشون ادامه میدن. خب بریم سراغ کاپر. یکم دورتر ولی خب مشکلی نیست. یه دونه از اینا برای کاپر داشتم اضافه ساختم، مشکلی نیست. راست کلیک هم مثلا تو اینوینتوری داشته باشی، راست کلیک بزنین نصف میکنه اون چیزی که از هر مقداری که باشه مثلا نصفش میکنه برش میداره. خب 16 تا برای شما.
یک چیز دیگه هم بهتون بگم، این سورسر اول این با زغال کار میکنه، زغال میذارین توش مثل اینا با زغال کار. این از این به بعد دیگه با بقیه تنها چیزی که با زغال کار میکنه. اینا نه با وقت کار میکنه نه با چی، خودش ساده. این جوام جبه آیرونیه و جبه چوبی. این هر چی جلوتر بریم فضاش بزرگتره، مثلا جبه چوبی کوچیک‌تره. اینا هم که دکار برای انتقال دهنده انتقال برق استفاده میشه. اینا هم لوله برای هوا مایات. خب اول یک دونه از اینا نیاز داریم، با یکی از اینا برای شروع شدن برق. این یکم آهن زیادتر میخواد، این نه داره. خب کارگردازم میتونید از اینجا ببینید. خب زره تنش کنین، اینجا اول یه زره از قیافش تغییر میکنه، ولی خب بهتره بسازید. تفنگتون اول کلا با 10 تا تیر از اینجا میتونید بسازید با یک دونه چیز. اینم اگه فکر میکنید مثلا چیه، این مپتون از مپتون خیلی بزرگتره در حد این ورا. اینو بذارین هر چند دقیقه یک بار با برق استفاده میکنه، یک جایی براتون شانسی معلوم میکنه. بعدا میذارین چون اویل مثلا ممکنه خیلی از این دور بشه. اون یه دونه زمین اول که شانسی نزدیک بود خیلی خوب بود، ولی خب حالا یه دونه از اینا میخوایم بره برق. حالا بقیه‌اش از اینا بزنی، یکی دونه از اینا جا بدونیم، یک دونه از اینا نیاز داریم. زغال برای اینا بذارم. بعد یک چیز دیگه، زغال که مثلا زیادشون بخواین دستی بذارین، میتونین اینا رو اینجا بذارین، بعد بگیرین کنترل نگه دارین، پر میکنه. مثلا الان 50 تا رو داد دیگه، این رسته که 50 تا بیشتر نمیتونه نگه داره به این منظور. خب کاپر میخوام. مثلا شما میتونید خیلی بیشتر از این زغالی رو بذارین، ولی خب نیاز نیست. مثلا راحت کارو برقی میکنیم، سریع پیشرفت بازی. اینا برای تعمیره. این دوتا مال مود دیگه که ریختم قرار نیست ازش استفاده کنیم، نگران نباشید. خب خیلی مود به درد بخوریم نه البته. از اینا داریم، یک دونه از اینا میخوایم بریم کارمون شروع کنیم. دریاچه نزدیکترین سمت راست بالا، یکم نزدیک، اونای خطرناک بزنید، دلم میسوزه. سمت راست پایین، خیلی راحت. خب چیزای اولیه برای برق خیلی ساده است، کنار تمیز میکنه. راههای دیگه هم برای برق است، ولی خب تا آخر بازی بهترینش با همین آب کار میکنه. تا مثلا به انرژی هسته اینا هم برسیم با آب میزانش فقط بیشتر میشه. خب این سمینا میبینی این یه جور حالت گلزاریه، سرعتتون کم میشه، ولی خب از توی اینا میتونی آب بگیری. این یکی پمپ آب اولیه رو میذاره اینجا. حالا بعدا اینو درست میکنه، فعلا یه چیزی بسیم که کارم رو بندازه. بعد این آب میفرسته به این ور بذارم، به نظرم یک دو تا لوله بسازم بهتر. خب این آب رو میده به این آب رو بخار میکنه، میده به این با بخار برامون، این با بخار برامون برق میسازه، برق تولید میکنه. یکم کوپه راهن دیگه جمع کنیم. بعد خب چیکار نیاز؟ سرعت کاراکتر ما الان کمتر، جلوتر یک سی چیزایی میگیریم، ماشین اینا. ولی خب به صورت پایه اگه مثلا خواستین آجر میتونین مثلا کفوش کنین، سرعتتون بیشتر میشه به صورت پیاده. خب حالا درست شد، چند تا از اینا بساز، بعدش هم درست چند تا لوله. این لوله هم اگه فکر میکنین چیه، لوله زیره، یعنی از این زیر 10 تا لوله جا داره که مثلا مانع نشین. لوله از رو میرن بهشون بخورین، با ماشین اینا رد بشین یا بیان بزنن نابود میشه. خب حالا از این ور خوبه، شما بیا اینجا قرار بگیر. حالا اینا بین حتما نیاز داره، میزنین یک دونم اینجا.
این کار حتما بکنین. پشتش میذارین، از این برقی هم بدونیم میذاریم، این رنج برقی که این میتونه بده حتما توش باشه. حالا اولین زغال خودتون میذارین، شروع میکنه کارشو. زغال بقیه زغالا بزنین تو این جبه، خودش خود زغال اینجا کم شد میذاره. حالا روی اینا که بزنین میزان مصرف میزان تولیدتون نشون میده. این مثلا در 5 ثانیه 1 میل و کلا مثلا نشون میده. الان مثلا شروع کردیم مصرفی هم نداریم. حالا برای کشیدن برق نگه داریم، هر وقت به نهایتش رسید خودش میذاره، لازم دونه دونه مثلا بیشتر فاصله تنظیم کنه، خودش میذاره. راحت تا اینجا کشیدیم خوبه. حالا تا ایرون کشیدیم. خب یک هم خب میتونیم 2 تا از اینا بسازیم، بسه از اینا نیاز داریم. این مثلا فکر نکنید یک دونش مثلا 3 تاه، ما سیم بهتون دقیق بگم تموم میشه. اینا با برق کار میکنه، اینا ماینرهای برقیه. هر یه دونه که روی این بزنید 2 تاست. حالا شما کار کن، ما از اینجا شروع بکنیم. خب این از این ور. خب یکم دیگه به اینا نیاز دارن، چند تا از اینا بساز. بریم تو کار اتوماتیشن. خب از اینا داریم، آهن نیاز داریم. خب مثلا روی اینم بگیرین اطلاعاتش این سمت نیاز، اون نوار سمت آخر که الان خالیه نمیشه الکترونیکی، اون این هر کدوم از این وسیله میزان حد این میزان برقی میخوان که باید اکثر توانشون کار کنن. اگه مثلا میزان برقتون کمتر باشه خب بین همه تقسیم میشه دیگه، این میاد پایین‌تر و سرعت دستگاهتون کم میکنه. اینم میزان اوری هم که میبینین زیرشه، توی مثلا 9 تا یا 4 تا مربع زیرش جمعش اونجا نمیشه، 5200 اور میتونه براتون در بعدش دیگه کارش تموم میشه. یعنی ریسورساتون بی‌نهایت بعدم اگه جاشو تغییر بدین، خب زمان زیاد میبره بخواید جاشو تغییر بدین، زمان زیاد نیازه تا. خب از اینا میخوام 1 2 تا 3 تا. خب برای شروع کار بس یکی دیگه تو هم بده. خب خیلی ساده ترین راهشه دیگه، درست کردن مثلا خط آهن ساده. اینو میارین یه دونه فاصله میدین، فعلا 3 تا این ور 3 تا اون ور بذارین. خب بهش اینا 3 تا داریم، یکیش برای این براتون اگه یکی دیگه هم بذاریم. ای بابا اینم بچرخونین اینجوری چرخیده میشه به این ور اون ور. حالا یک چند تا تریک دیگه در مورد این هست باز بعدا بهتون میگم. حالا اینم به این، شما به این. حالا برقو که بس کنیم، اینا هم برق میخوان بهتون گفتم. خب شما نیستی توش، بیا اینا میزنن آهنا رو تو، ولی خب فعلا زغال نداریم، فعلا زغال رو میام دستی میذارم توش. اینا هم 1 2 3 اینجوری مثلا 3 یا 2 بزنید سریع میاد تو دستتون. کویک بار تو اینو بزنیم، یه دونه تو اینا آهنا نگه دارم. فعلا زغال و کاراش بذار بکنم، این بذار فعلا باشه چون فعلا نیاز به کمک برای آهن داره. بقیه‌اش هم میتونیم مثلا چند تا کنیم. اینا هم ارتقا دارن، ارتقاشون رو بزنید سریعتر ذوب میکنن. این کار باز مگه برای کوپر هم میکنیم، ولی اول آهن و کارش رو قشنگ راه میندازه بهش میرم سراغ کوپر. آهن مثلا بیشتر نیاز برای وصله، مثلا نگاه کنید برای ساختن آهن بیشتر، همه اینا مثلا آهن بیشتر میخواد مثلا همیشه آهن بیشتر میخواد. اینا مثلا 1 و نصف کوپر میخواد، 4 تا آهن. کوپر خیلی زیاد میاد تازه. اینا با چوبم نوعی سوخته، مثلا نگاه کنید روش نوشته فول،
فیول، یعنی اون میزان مثلا انرژی که از سوختنش میده. از این سنگ اینجاست دیگه برش میده زیر این سنگ هم خورد بود. چوب برمیداریم زغال کن، اگه زغال نباید میدادیم خب کوپر همونو برداشتیم. کوپر زیاده، رفت 5 تا زیاده. خب زغال دادیم. اینا مثلا 4 تا 5 تا اینا کنیم. یکی از اینا آهن. زغال نداری؟ بیا زغال. دوتا. اگه شیفت هم بزنم مثلا اینجا نوشته 20 شیفت رو زدم شیفت بزنین چپ کلیک کنین کلشو میاره میسازه. مثلا 20 تا از اینا نیازه 20 تا اول از اینا میسازه اون چه کنه بهش میره سراغ مواد اصلیتون. حتی خب خط اتوماتیک برای تولید اینا میذاریم که کلا همه چی اتوماتیک خودمون دیگه از اینا نسازیم. خیلی خب فعلا این اولین کارهایی که باید انجام بدیم انجام میدیم. خب احتمالا ایمپورت همین کار این کارخونه اتوماتیک آهن و کوپر رو تموم کنم، پارت تموم کنم، پارت رو همونجا تموم کنم. بعد این حل. حالا برای زغال یک دونه مثلا میذاریم، فکر کنم برای اون یه دونه کافیه. بعد 45 تا از اینا اینو وصل میکنیم، از این جلو میاریم اینجا که زیادی دیگه این ور شد میاریم و چون اینجا میتونیم وصل کنیم، ولی خب اینجا مثلا آهن شد مثلا از این ورم گذاشتم، پس بعدا میاریم بالا سمت چپ میاریم اینجوری که بذارین. اگه مثلا این پشت بکنم این با این همسو میشه. از این بهتون نشون بدم دقیق الان زغال استخراج میکنه از این ور میاد، از این ور که بیاد همین سمت راست سمت چپ میمونه تو این روتیت های بلتا 2 تا سمت داره، سمت راست سمت چپ. اینا اگه مثلا من اینو الان بکنم این میره سمت راست، پشت اینا قرار میگه به اینا نمیرسه دیگه. میبینی مثلا پیش از حد آهن تولید شده، پیش از حد مصرفی این خط همین پشت اینا میمونه. ولی اگه اینطوری پشتش یه دونه بلاک بذارم این میاد سمت چپ قرار میگیره. خیلی راحت از این بعد دیگه خودم لازم نیست بذارم، خود اینا خودشون برمیدارن. الان خط آهن و راه افتاد تقریبا. لازم اینا رو بزنم که قشنگ تولیدش بیشتر کنیم. میتونیم مثلا اضافه هم بکنیم از اون ور از این ور. اینا مثلا دیدین کمتر شد از این ور اضافه کنین، اونم مثلا 2 تا میکنین، یکی ولی بسته. خب کارو برداریم، اینم برداریم، اینا رو برداریم، بریم به کاپر سر بزنیم بشیم بریم سراغ 61 کی زغال. اول بریم سراغ برق، چون اگه برق قرشه کلا اونجا استوب میشه. میبینی از این طریق میتونید میبینی الان آروم حرکت میکنه. وقتی به نهایت حد توانش برسه میبینی پاور آوتپوت و پاور آوتپوتی پایین داره سمت راست پایین. اون اگه 900 کیلووات کلا یه دونه از اینا میتونه تولید کنه. هر چی بیشتر بشه سرعت مثلا حرکت اینا بیشتر میشه. 2-3 تا بزنید با سرعتشون کمتر میشه، به نهایت توانشون نمیرسن. نهایت توانشون که برسه استیم بیشتر مصرف کنه، پس نذاریم مثلا از نصف بیشتر بشه. خب ما آمده بودیم زغال بذاریم این تو یه 50 تا میذاریم 17 تا رو با خودمون میبریم. حالا برای اینجا شما این 17 تا رو بگیر، شما این رو بگیر. خب درختار اول از اینجا برداریم، مزاحمه. شما میتونید بعد یه حرکت هم بزنید اول که اسپان میشین، مثلا برای کسی که خیلی میخواد کارخونه اینا بذاره دیگه، به دشمن اینا علاقه نداره، خیلی میخواد شروع کنه، اول میتونید ربات با خودتون یک چند تایی اونا مثلا این درخت‌ها رو سریع براتون قطع میکنن. وسایل شما مثلا میگیم بزنید اینجا، دونه دونه لازم نیست برید نزدیک بزنید، خودشون براتون یک مثلا طرح میزنن. یا میتونید طرح آماده رو دانلود کنید مثلا اینجا بزنید، میتونید طرح رو همینجا خودتون بزنید کپی کنید، خیلی راحت. خب برای اینجا 1-2 تا بسه، یه دونه برای زغالش بود، از اینا میخوایم و کوره هم داریم، از اینا میخوایم. خب اینا ساخته بشه. الان مثلا طول میکشه تا مثلا این ساخته بشه، ولی خب بعدا مثلا دستی هم بخوایم بسازین بتون
میگه اون سمت پایین چیا میخواد، متریال را یعنی مثلا ساده چیا میخواد، چند ثانیه طول میکشه که بسازه. اون بالا میاد اینا رو میخواد برای اینکه یه دونه از اینا بسازه. مثلا اون برای مثلا کارخونه‌ای که میسازین اینا رو باید بهشون بدین. خب اینم درست شد. این حالتی بزنم مثلا بره بالا. آره اینجا اینجوری میذارم که مثلا بره بالا. یکی دوتا بسه. نکن مثلا از یه حدی بیشتر من دستم نمیرسه بسازم. خب روی اینام برین، مخالف میگه سرعت کم میشه، موافق برین سرعتتون زیاد میکنه. مثلا برای خوبه. قبلا از اولین بار که بازی کردم از اینو به عنوان مثلا سرعتم استفاده میکردم چون هیچی بلد نبودم. خب اینو عوض کنیم. نشد. هر دونه از اینا بسازین دوتا بهتون میده. خب برق اون عوض شد. یکم دیگم بیارم اینو جلوتر. هنوز نیاز داره یکم جلوتر باشه. خط ریلی زیادی این بره یک مشکل داشت واسه ردش میکنیم بره ساخته بشه. روتا اینا مثلا بیشتر میشه سرعت جابجا کردنشون، یعنی مثلا آپگریداش میاد سرعت جابجا کردنش بیشتر میشه. فکر کنم تا همینجا بسه. فرنس یک دونه فاصله میدین بعد میذارین سه تا این و ذرای اینجا از این ور. خب خوب یه دونه دیگه هم بذارم، یکی برای تو یکی برای تو یکی برای تو. یعنی مثلا که از پشتش این فلش هست، فلش از پشت میگیره به اونجا میذاری. این حالتی میتونی بفهمی. خب حالا به اینا ما برق بدهیم. زغالش هم همین الان بکشم بیارم دیگه. نه آره دیگه راحت بشیم. زغال یکم دورتره. کاپرا اینجا برداریم. خب برای این آهن نداره. چوب الان مثلا اگه از خود اینا 50 تا بیشتر، اینا 100 تا، یعنی تو کارخونه 100 تا نگه می‌داره، ولی این زغال فکر کنم 50 تا نگه می‌داره تو کارخونه، ولی 100 تا نگه می‌داره. استکای اینو 100 تا، هر استک هم مثلا آهن 50 تا، این ریسورس خام 50 تا فکر کنم اکثر. حالا برای زغال میاریم یه دونه از این اتوماتیکا اینجا میذاریم برای کوپر. فکر کنم بازم از اینا نیاز داشته باشم. 100 تا زیاده تکی میزنم. خب کجاست اون؟ این روی بلتا نیاز ندارم مثلا چیز داشته باشین، نیاز به برق ندارم. میاریم اینجا به این وصل میکنیم. خب اینجا هم کاراش اوکی شد. حالا یکی دیگه از اینا ما میسازیم که بریم باز پشت اونا. زغال اینجا هم داره میاد. اگر این زغال اونجا توی این مسیر اصلی کم بود یکی دیگه میتونیم بذاریم، یا مثلا کوپر یا مواد خامش خودش. اینو برداشتیم. اینجا میبینیم مثلا زغال زیاده تا این حد این دیگه استوب میکنه کارشو. اینم یک چند تا تو خودش نگه میده بعد دیگه استوب میکنه. خب از یکم آهن مثلا چیزتر کنیم. چند تا از اینا بوده. هنوز کارمون با اینا تموم نشده. اصلش اینه که این پشتش هم از اینا میذاریم فعلا، البته چون میخوام این ویدیو زیاد طولانی نشه. شما زیاد اومدی جلو. دو تا جعبه آهنی میسازیم اول. خب میذاریم این وسط، یکی این ور یکی این ور. حالا
از اینا باد چون میده اینا 100 تا بیشتر شدن ولی جعبه رو قشنگ چند تا پک 100 تایی میتونه نگه داره. به اینا برق میدیم که کارشون رو شروع بکنه. قشنگ اینا جمع میشن تو این. حالا بعدا اینا یک چند تا میگه که مثلا سرعت بیشتری داشته باشه. خب حالا زغالم که رفت، این زغالا رو برداریم. اگه مثلا چرا همین کار رو برای این قسمت اینجا نمیزنم، این یکم نیاز بزرگتر بشه، فعلا با این کارش راه میفتیم، بعد یک حرکت بزرگ روش میزنیم. فعلا اینا رو توش پر میکنی. رفیق جدید هم میبینید اینا، میبینید اینا هم از این ور هم از این ور دوورن. اگه دقت کنین دووره بهشون بخار وارد میشه. میتونین کنار هم دیگه اینطوری بذارین و هم بعدتون بخار میرسه. شما بس نیستی، بیا شما به اصلی واسه میبینید اینجا خطا بر بس. حالا با شما همون کارو بکنیم. بله یکم جلوتر میبینید که مثلا خواستیم فکتوری رو بزرگتر کنیم مشکلی پیش نیاد. از بازی این سبت خیلی پیش، این سبت یعنی فکتوری کارخانه سازی خیلی بیشتر هم هست، ولی خب این دیگه مثلا پدرشون محسوب میشه. خب اینجا هم برق دارم. خب فعلا به همینایی که وصلن ما یه برن آیرون بیارم. خب این از این کارش اوکیه. شما رو جمع کنیم از روی زمین بسه کارش انجام میده. یکی دیگه هم باید بیارم ولی خب دونه دونه میذاریم از این میتونیم برداریم. حالا مثلا الان صندوق گذاشتیم، بعدا خود مثلا این راهو جدا میکنیم میفرستیم به یک سمت یک کارخونه دیگه که مثلا از تو این سیم بزنن و سیم باز میره برای تولیدات دیگه. فعلا مثلا باید ریسرچ کنیم. صبر نیازه. شما بسه خوب داره کار میکنه، فقط اینو اگه لول بالاتر شه بزنم اینو خودتون بردارین دیگه. ها سرعتی مثلا کم شده، میبینی آهن اینجا نموده، اینا همه روشن نیستن، سرعتش کم شده. خط اضافه میکنیم مثلا خیلی ساده، یه دونه از اینا میزنیم، اینو بزنین دسته یکتون، یه دونه از این ریپیر پک ها باش مثلا جون حمله کردن جون ساختمون کم شده میتونید تعمیرش کنید. شما بیا اینجا برقم بهت بس بشه، یه دونه فکر کنم بس باشه. اگر خواستیم مثلا آیتمی بعد رو زمین بذارین زد رو میزنین گذاشته میشه، آیتم تو دست میگیرین زد. خب الان مثلا اینا خاموشه، الان با این دیگه اوکی میشه. خب اینو اون اوکی شد. یکم آهن بیشتر برم بیارم مثلا برای این اومدم اینجا یکی از اینا بذاریم اینم خطش درست بشه. خب بریم اینجا اومدم زغال اینم بذارم. تمام متریال اولیه رو میشه ذوبشون، همین سنگ هم میشه گذاشت پخت، بعدن ازش بیریک به دست میاد. از اینا میتونین زیر پاتون بذارین سرعتتون بیشتر میشه. تو فعلا حوصله‌اش ندارم درستش کنم. خب مثلا میبینید الان مثلا شیفت رو بزنیم برداریم خود به خود میره تو اینونتوریتون، همینجوری داره بیشتر هم میشه. هنوز کمه، یکی دیگه هم نیاز از اینا، یکی از این اول بزنم و یکی از اینا چیه؟ اینا لبه تا آخر هم اینا آپگریدی هم آپگرید داره. خب همینه نگاه آپگرید تو سرعت و ایناش. اینجا هم که میبینید بونوس ها هست، بونوس ها نگاه آپگرید لب تو بونوس ها بونوس ها مختلف داریم که بعدا درماشون توضیح میدم. بلو پرینتاتون مثلا قسمت برقتون راحت میتونید از اینجا بزنید، حتما موادتون هم هست هر کدوم نشون میده. تراینه که مال قطار. خب ساخته شد، دو تا دیگه هم بسازیم. حتی فعلا یکی بس، اونا تو اینونتوری میشه. یه دونه از این میزنیم اینجا، برق زیادی اینا مصرف کنه. حالا اینا چیکار میکنن؟ این معجونای بزنید زره برای خودم بزنم، اگه حمله کردن یه وقت مشکلی زیادی برام پیش نیاد. چند تا خشاب هم بذاریم، یکم به فکر دفنس باشین چون اونا حمله کنن دفنسشون همه چی میخورن میرن، مگه دوباره از صفر شروع کنیم.
خب آشغالش میمونه که مثلا بدونی چی و کجا گذاشتیم، ولی خب بازم همه چی خراب میکنه، که اصلا خوردی داره. اگه چیزو خواستیم مثلا اجی حذف کنین، میایین روش راست کلیک میزنین، کلا حذف میشه از تو لیست ساخت ساز دستتون. حالا من چون زره ندارم، این زره اینجا خودتون میاد قرار میگیره. مثلا اینجا میزان چیز دیگه، مقاومت در برابر چیزانش، رزیستناش، اسید ندارم، 2% مقاومت در برابر انفجار دارم و فایر هم مقاومت ندارم، فیزیکالم 3% دارم. این خودم 3% کلا میتونیم خودم حذف کنم. هر کدوم هم چیزه مختلف خوش داره. اسلحه کلیش هم به رگبار و شاتگان و شل افکن و آر پی جی تقسیم میشه. خب حالا نمی‌بینی این مجونه اصلش بعد اینو بسازی. من فعلا اینو با دست میزنم چون یک چیز مهمی برای فکتوری و بعد مثلا ریسرچ انجام بشه. اینا لبا مجون مصرف میکنن، ریسرچ رو انجام میدن. تری آف اسکیل مثلا انجام میدن، درخت ریسرچتون اینا هست. اینا رو شما میتونید انجام بدین. اینا که قرمز یعنی میبینی اینا مثلا اینا به مجون قرمز میدن، میزانش رو می‌نویسه، چند تاش هم می‌نویسه. این جلوتر مجون با رنگ بیشتر اضافه میشه، مثلا تا این آخره مثلا مثلا زر خیلی خوبیه، میتونید توش کلی اچیومنت اینا بزنید، اورانیوم اینا اینجا به دست میاد. این جایگاه موشکتون این آخره هست، این خیلی خوبه. عنکبوت رباتی برای جابجایی. خب مثلا میبینید من نمیتونم اینو ریسرچ کنم چون اول باید این ریسرچ کنم بعد اجازه اینو بده. اینم چیه؟ اتوماتیشن، یعنی یک کارخونه‌ای که شما مواد بهش بدین خودش اونو براتون میسازه. این اولین چیزی که باید ریسرچ انجام بدین. حتی خب پیشنهاد میکنم برای شما مثلا اول اینو انجام بدید برای محافظت، بعد این بچه برین سراغ اینم برای هر کدوم که بخوام میتونید. خب اینم برای مودایی که من حذف کردم، ولی خب ازش استفاده نمیکنم. خب فعلا اینم دیوار. اول این انجام بده. خب چیکار میکنیم؟ مجون رو میذاریم تو این و این بعد شروع میکنیم به ریسرچ کردن. این درصدی داره، بعد این کار رو اتوماتیک میکنیم. فعلا مجون ها رو بذاریم توش که کارش انجام میده. خب اونا دارن کاراشون انجام میدن، هنوزم کمه. یکی دیگه هم فکر کنم نیاز بود. این اینجا اضافی، این پشت میذاریم. کنترل بزنین، چپ راست هم بزنین، چیز دستین باشه میذاره تو. بکن از اینو گفتم. حالا این ریسرچ تموم شه، این پارت هم تموم میشه تا پارت بعدی. خب کوپر چقدر داریم؟ الان زیاد جمع شد چون مصرف خاصی نداره. این اصلش باید بره برای ساختن چیزای دیگه، جلوتر خیلی ولی استفاده میشه. خب این کارش انجام میده. دوتا هم به نظر من فعلا بس. زغالا اینو بذاریم. این کار میکنه، اینا ملایم داره کار میکنن، بودن نصف توانشونه. خب به جای شما بیاین جعبه آهنی بذاریم. 4 تا مجون تا ریسرچ البته. کانکوبرم تموم شد. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5. فضاش بیشتر شد، بودن 2 برابر. زغالا رو بگیر، ما بریم سراغ کار خودم. برای هر کدوم از مجموعه شما باید یک راه بسازید که اونو بسازید و تحویل لبا بده که بتونی ریسرچش رو انجام بده. خب این ریسرچ تموم شه، ما این پارت رو میبندیم. دلیم بذار تا موقع برم رنگ کاراکتر درست کنیم. رنگش چه رنگی باشه؟ مثلا همین خوبه به نظرم، قشنگ شد. نمیدونم این رنگ چی میگه، مثلا بادمجونی یا هرچی. من یکم مشکل کور رنگی هم دارم، برای این رنگ رو نمیگم چون خودتون هر رنگ میگیم. برای قشنگ شد. خب ریسرچ شرط تموم. قبل که ریسرچ تموم شه با صداش بهت خبر میده، به صداش بهتون خبر میده. مثلا اگه حواستون باشه این صدا مثلا. خب ریسرچ تموم شد،
بعد میریم سراغ این برای محافظت بیستون ضروری. به نظر من اول قبل از هر دوتا اینا این انجام بدین، بعدش برین سراغ این که تمام پیش نیازهای اینو داشته باشین که بتونین فکتوریتون رو قشنگ استارت کنین. اینام چیه؟ اینام بونوسای برای تیرایی که میزنین. این سرعت تیر زدن بیشتر میکنه، این دمیج تیر زدنتون بیشتر میکنه، دمیج تیراتون یعنی. خب با معجون زرد خیلی ما کار داریم تو این وسطا. ترین هم بیشتر اولی همینجا باز میکنیم، بعد وارد معجون بعدی که میشه قسمت ربات و انگار چیزای فراشیزی میشه. خیلی هم چیز جالبیه واقعا. خب کارا رو شما بکن. مثلا اگه خواستین سرعت بیشتر کنید، الان بهتون میگم مثلا شاید خواستین جلوتر کار کنید، دو تا اینجوری کنار هم میذارین، وسطش هم برق داشته باشه، از یکی که داره به اون یکی که نداره میده. سرعت ریسششون با دوتا بیشتر میشه. یه کنیم بچه ها، ممنون که همراه من بودین تو این ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه. تا پارت بعدی، بدرود.